صبح بخیر. به خاطر مخلص‌ها یک قصه میکنیم. مخلص‌های عزیز سلامت باشین. یک برادر پیش بابوی مولو میخزمه، میگه بابوی مولو خیلی چقدر نکه مولو هم $50 زیاد بده، مردی 18 ساله رو پیش رود میاره میمونه. گفته بابوی مولو یا پرابلم میشه دیگه، کمد یک کفالت چیکار کنم؟ این همه عروسی مای، این همه عروس خطی حالی ما این همه هفته توی پیش های توی مون کراچی ما خودکدار شده. این همه روزی سه شنبه توی داریم، چیکار کنیم؟ همه توی کنیم روای یا 50 ماه 60 ماه است اگه کورپی بابوی مولو مونده. بابوی مولو نخه پول دیده نخیسته کیسه زده گفته بکنه روز سه شنبه توی او گودک ای کجا میدونه در بیرو توی رفته. یک جهان تشکر. سلام علیکم. قصه نواتی من درباره رئیس ها میروه. یک رئیس های کار سر میکنن دیگه بیکار میمونه، ری کلاوش گون میکنه. خیلی رئیس های کفسیاجی کاستوم بروک پوشیدگی ای خفای زندگی همون دیپلماتیش در دست بین راه دا میبرویم طرف است که ای پیش عروس میروی وون میخره. سلام علیکم میکنن. عروس هم خیلی نگاه میکنه کار فرق کردگی. عروس خطی هم خیلی صحبت کده میرن که ای پیش اونی هم مگزین تیلو فروشی میروی. عروس هم پخته گفته خیلی اگان چی پدرکن نمیگیری. و اگه جا میدونه که رئیس خودش افکار باد سوختگی افکار گفته میگیریم چی بنا میگیریم؟ پال نیخواد میگیریم. در آقا گفته چیزی میفارته بگی. در آمده یا دستبونی همی بریلیان گرفته طرفی پرادویز گفته چند پوله؟ گفته 40,000. گفته همین را میگیریم رئیس جان؟ گفته کنیش نمیگیرم. حاضر پرادویز فایرو کده گفته چند پوله؟ $40,000 رئیس. $40,000. هیچ گرم گفته ما خیلی پولی کلون قطیم اونه میگردونیم. خواهی چک می نویسه. چک هم می نویسه همه در طور استال میمونه. این پرادویز به فخوتوش میگه رئیس جان میگه ساعت 7 شد است. بانک ها محکم شد. چیکار کنیم؟ گفته خیلی بیا به خاطر که عروس دیگ نشه ما عروس قطعی میریم. خیلی تین چک مون دسته دستمانه مون روز دوشنبه پول سینیمات که با ما زنگ زد عروس روی میکنه میبینی میتیشه میشه مصلحت ها رو میکنه عروس هم میگیره میره گستین سن جو میره. روز دوشنبه پرادویز زنگ میگه رئیس جان سلام علیکم این دهه بانک دم در اون پول سینیمات کنه. گفته نه ندارو. چه با گفته رئیس چی گفت شد؟ هیچی گفته براتان چک بدارم پارتو دستمانه رو بر جاش دمون ای او قبیله حلال نبوده.